حیوانی که بدون دم یا دنبه متولد شده و تولد شده از مادر خود قربانیش جواز نداره، یعنی دم نداره، یا ای که دنبش قطع شده و یا دنبهش قطع شده قربانی کردنش جواز نداره. در دنب گاو همون مثل این هم قیاس کردن علمای امت اسلامی به گوش. اگر سلسش بریده شده باشه قربانیش میشه، اگر از سلس اضافه تر بریده شده باشه قربانیش نمیشه. حیوانی که شاخ نداشته باشه بدون شاخ تولد شده قربانیش میشود، و حیوانی که شاخ داره شاخش شکسته و اگر شکستگی شاخش به مغز سرش رسیده باشه قربانیش نمیشود، و یا ای که از مشاش یک گره در همون پایین شاخ است، از همون گره اگر پایین رفته باشه شکستگی شاخ قربانیش نمیشود، و اگر از او با بالای شکسته باشه قربانیش میشود. حیوانی که لاخش یا پستانش از گاو اگر یک پستانش از بین رفته قربانیش میشه، از گوسفند اگر یک پستانش از بین رفته باشه قربانیش نمیشود. حیوانی که لنگ است و سه پای خود را به زمین میگذاره و یک پای خود را جمع میکنه، یعنی پای لنگ خود را نمیتونه به زمین بگذاره قربانیش نمیشود، و اگر پای لنگ خود را هم مقدار به زمین میگذاره با کمک همین پای لنگش را میره و قربانیش میشود. کسی یک حیوان قربانی خرید، پیش از عید قربان خواست این حیوان تبدیل بکنه، گفت من از این چاقترش میخرم. اشکال نداره به مرد غنی، مردی که ثروت داره، مردی که توانایی مالیش به حد است که قربانی از اول سرش واجب بوده، او میتونه که حیوان قربانی خود را تبدیل کنه. اما مرد فقیری که قربانی سرش واجب نبوده و این خواسته که قربانی بکنه، پس به خریدن حیوان قربانی همون حیوان مشخص بر بالایش واجب میشه که باید عین همون حیوان را ذبح بکنه، پس اون نمیتونه تبدیل بکنه. ولی مردی که از اول سرش واجب بوده، چون توانایی مالی و نصاب قربانی که همون 600 گرم نقره هست که معادلش با پول رایج امروزی همین اندازه پول داشته باشه، او میتونه تبدیل بکنه. حیوانی که نر و ماده است، نر و ماده خنثی میگن یا خنثی مشکل میگن، نر و ماده هست، قربانی کردنش جواز نداره. حیوانی که یک گوش داره قربانی کردنش جواز نداره. حیوانی که دندان نداره یعنی کاملا دندانش نیست، هیچ دندان نداره، هم عیب شمار شده، نباید قربانی شود. اگر اندازه دندان داره که علف خورده میتونه، این مقدار از دندانایش سالم هست که میتونه علف بخوره، قربانی کردنش جواز داره. حیوانی که خسی است یعنی همون کلپوریش کشیده شده، قربانی کردنش بدون شک جواز داره، مشکلی نداره. حیوانی که مریض است، سرفه میکنه، قربانیش جواز داره. اگر مریضیش به حد رسیده که از خوردن و آشامیدن باز مونده، او چیز نمیخوره، چیز نمینوشه، باز قربانی کردن از او اجازه نیست. حیوانی که مویش گرفته شده به اصطلاح کل است، مویش قیچی کردن، گرفتن، قربانی کردنش جواز داره. حیوانی که جرب میگن در عربی، حیوانی که گرگی شده اگر فربیس و چاق است قربانی کردنش جواز داره، ولی بهتر امی است که یک حیوان سالم، یک حیوانی که تمام اعضایش کامل باشه و فربی و چاق باشه باید قربانی شود، چون ما قربانی ها را برای الله میکنیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو نماز ما، قربانی ما، زندگی ما، مرگ ما از آن پروردگار عالمیان است. و محیای و مماتی لله رب العالمین، برای پروردگار عالمیان است. پس قربانی که ما مسلمان ها میکنیم بر بالای ما واجب هست، نیت مدار اعتبار است و اخلاص ما را الله رب العزت و الجلال میخواهد، نه گوشت های قربانی، نه خون های قربانی. نیت های ما مهم هست که نیت ما پاک باشد و سالم باشد. اگر یک حیوانی که ما در قربانی مشخصش کردیم این عیب به وجودش باشه، قربانی کردنش جواز نداره. کور بودن حیوان است. اگر یک حیوان کور است، چه هر دو چشمش کور است، چه یک چشمش کور است، قربانی کردنش
جایز نیست. یا اینکه نابینا تولد شده، همین کور نابینا تولد شده، قربانی کردنش جواز نداره. و دوم حیوانی که قربانی کردنش جایز نیست حیوانی است که بدون گوشت تولد شده، اصلا گوشت نداره، از اصل خلقت گوشت نداره. و یا اینکه گوشت داره، گوشش قطع شده، چی یک گوشش قطع شده یا چی هر دو گوشش قطع شده، قربانیش جواز نداره. بله اگر از هر دو گوشش یکی از این گوشاش کمی کوتاه شده، کمی بریده شده، اگر سلسش بریده شده باشه قربانیش جواز داره. از هر گوشش سلسش بریده شده باشه قربانیش جواز داره. و اگر از سلس اضافه، سلس یعنی 3 تقسیم یک گوشت رو میکنیم، از 3 تقسیم 1 تقسیمش اگر بریده شده باشه قربانی کردن این حیوان جواز داره. و اگر اضافه تر از سلسش بریده شده باشه قربانیش جواز نداره. و همچنین حیوانی که گوش های خرد خرد دارن، کور کر میگن، گوش خرد دارن، قربانی ازی جواز داره. یعنی حیوانی که گوش هایش خرد است، گوش داره ولی کوچک کوچک گوش داره، قربانی کردنش جواز داره. حیوانی که بینیش قطع شده باشه، بریده شده باشه، قربانیش جواز نداره. حیوانی که زبانش قطع باشه. در بز و گوسفند فقهای امت اسلامی گفتن که اگر زبانش قطع شده و او علف خورده میتونه اشکال نداره، قربانیش میشود. و حتی اگر حیوانی که بدون زبان تولد شده که اگر گوسفند و بز باشه فقهای ما میگن قربانیش جواز داره. اگر گاو باشه، چون گاو علف را با زبان خود میخوره، اگر او زبانش قطع شده باشه یا زبان نداشته باشه قربانی کردنش اجازه نیست. از گوسفند و از بز قربانی کردنش اجازه و جواز داره. و از گاو اگر زبانش قطع شده باشه قربانی کردنش ناجایز است. و بعضی از فقهای ما گفتن چی از گاو چی از گوسفند اگر سلس زبانش قطع شده باشه قربانیش می شود، جواز داره. و اگر از سلس اضافه قطع شده باشد قربانیش نمی شود. پس بهتر امی است گوسفندی که ما در قربانی میگیریم خالی از عیوب باشه، عیب نداشته باشه. چی بهتر است که ما گوسفند را ذبح بکنیم که سالم باشه و کامل باشه تمام اعضای بدنش. دیگر عیبی که در قربانی مانع قربانی کردن یک حیوان میشه لاغری است. اگر یک حیوان آن اندازه لاغر شده که مخ و استخوانش، مغز و استخوانش از بین رفته باشه قربانیش جواز نداره. و اگر به او حد لاغر نباشه که مغز و استخوانش خراب نشده باشه قربانی کردنش جواز داره. همچنین حیوانی که نجاست خور است، یعنی به جای گیاه به جای علف نجاست میخوره و غیر از نجاست دیگه چیز تناول نمیکنه و دیگه چیز نمیخوره، قربانی ازی جواز نداره. و اگر حیوان است گاهی نجاست میخوره و دیگر گیاه و علف هم استفاده میکنه، اگر بدبویی پیدا نشده باشه در بدنش، بدبویی در عرقش پیدا نشده باشه قربانی کردنش جواز داره. و اگر در عرقش بدبویی پیدا شده و او گوشتش هم بدبو شده و پوستش هم بدبو شده و نزدیکش هم که میری بوی بد از بدن یه حیوان، بوی مدفوع از بدن یه حیوان در مشام میرسه قربانی نباید بشود تا زمانی که او بسته شود، چند روزه که این بوی از بدنش کاملا رفع شود و از بین بره و دوباره به خوردن علف ای عادت بکنه و از نجاست گرفته شود، در اون صورت قربانیش جواز داره. و دیگر چیزی که باید بدانیم بعد از اینکه حیوان قربانی خود را ذبح کردیم گوشتش 3 تقسیم میشه. این قسمت اول ما برای مهمانای خود آماده میکنیم، قسمت دوم را همونطور خام صدقه میکنیم که مستحب است، فرض نیست، واجب نیست، مستحب است. اگر کسی عیالش اهل دسترخوانش بیشتر است، اهل خانوادهش بیشتر هستن، یه قربانی دارن، و اگر همین قسمت را هم برای فقرا ندهد برای خودشان ذخیره بکنن اشکال نداره، جواز داره. و اگر صدقه بدهند کار خوب و پسندیده است
و مستحب است و چی زیبا هست که در روز عید قربان بسیاری مسلمان های هستند که قربانی ندارن. چی زیبا هست که از این گوشت های قربانی ما مسلمان هایی که فقیر هستن، همسایه‌ای که فقیر هست، قوم خویش ما که فقیر هستن، از این گوشت قربانی اونا هم استفاده بکنن. ولی اون تقسیمی که ما صدقه میکنیم اون تقسیم مستحب است و یک تقسیم دیگه برای خود ذخیره میکنیم. و دیگر کسی حیوان قربانی را خریداری کرده شیر داره، آیا تا وقت روز عید قربان از شیر این حیوان استفاده میتوانند؟ شیر این حیوان دوشیده شود، فقهای امت اسلامی میگه که صدقه کرده شود، از این استفاده نکنه. اون کسی که این حیوان را برای قربانی خریده خودش استفاده نمیکنه، خودش استفاده نباید بکند بلکه او را صدقه بکند. و اگر موی این حیوان قربانی را پشمش میگیره خودش استفاده کرده نمیتونه، باید صدقه بدهد. یا کسی یک حیوان قربانی را خرید که چوچه دارد، روز عید قربان همین حیوان قربانی را ذبح کرد، چوچهش زنده بیرون شد از شکمش، زنده بیرونش کردن. فقهای امت اسلامی میگن مستحب است این را زنده صدقه کرده شود، همون قسم زنده. و اگر این را هم ذبح میکنن مثل مادرش، صاحبش استفاده نکنه، این کسی که قربانی کرده استفاده نکنه بلکه گوشتش را به فقرا و مساکین به صدقه بدهند. الله رب العزت و الجلال به تک تک و فرد ما توفیق عنایت بفرماید تا ما هر چیز زیبا و درست رب العزت و الجلال را پرستش بکنیم. موفق و سربلند باشید.